بهترین و ارزشمندترین نعمت این صلح و ثبات است که با شرافت آن تمام سمت و ساحه‌ها رشد نموده مردم در فضای آرام و آسوده کار و زندگی میکنند. باعث قناعتمندی و شکرگزاری است که در تاجیکستان صاحب استقلال بیش از 13 ساله می شود صلح و ثبات و وحدت و همدلی حکمران بوده. ساکنان سازنده و بنیادکارش در آبادی و شکوفایی دیار خود سهمی ارزنده میگذارند. امروز محض از برکت صلح و ثبات نقشه های سازنده حکومت مملکت عملی گردیده با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت کارهای سازندگی و آبادانی با مرام پیش می رود و خرد و بزرگ برای مستحکم گردیدن پایه‌های دولتداری و وحدت سرتاسری سهمی ارزنده می‌گذارند. از آن افتخار می‌کنیم که امروز به استقلالت رسیدیم و در پیشروی جشن فرخنده 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و این سنه مقدس و مبارک را با دستاوردهای شایسته، با کارهای سازندگی و بنیادکاری، با تحکیم بخشیدن پایه‌های صلح و وحدت استقلال کشور ما امروز ادامه داده ایستادیم. باید ذکر نمایم که استقلالیت و سرزمین ما به آسانی به دست نآمده است. به این روز رسیدن، به این روزگار رسیدن همچنین سهم ساکنان شرفمند کشور عزیزمان تاجیکستان محبوب نظررس می باشند. تاجیکستان صاحب استقلال با عزم و تلاش و سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این مدت به دستاوردهای زیاد نائل گردیده به یک کشور امن و ثبات مکان دوست‌داشته سیاحان داخل و خارج تبدیل یافت. امروز از کشورهای دور و نزدیک برای سیاحت، استراحت و تماشای منظره‌های دلفریب تاجیکستان می‌آیند و به پیشرفت و شکوفایی کشور ما بهای ارزنده می‌دهند که این همه ثمره استقلال دولتی است. در پیروی دعوت‌های همیشگی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که همیشه مهر جوانان را نسبت به وطن، نسبت به البته این آبادی ها، این آزادی های امروزه که شکرگزاری کردن به شرایط امروزه وادار می‌سازند، همیشه ما پیروی همین پیشوای معظم ملت باشیم. حفظ آرام و آسودگی دولت در دست جوانان است. آینده دولت در دست جوانان است. پرچم برداری دولت جوانان به حساب می‌روند و البته پیش از همه از جوانان بیشتر طلب کرده می شود که زیرک و هوشیار باشند. تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار در حل مسائل گلوبالی از جمله در سمت آب و اقلیم، حفظ پریخو در جهان مقام مخصوص را اشغال نموده. پیشنهادهای جهانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب سازمان‌های بانفوذ و کشورهای عالم جانبداری پیدا نموده است. یعنی استقلالیت و آزادی به ما امکان داد که در برابر معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه جهان در حل یک قطار مشکلات سیاره سهمی ارزنده گذاریم که این باعث افتخار است. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بعضی ها گمان میکنند که با آسانی به دست آمده است، لیکن ما در راهی رسیدن به هدف عالی سیاسی خودمان به دست آوردن استقلالیت دولتی روزهای پرآشوب و سنگین و وزنین را خلق ما پس سر گذاشت. زندگی و هدف عالی انسان این آزاد بودن، آزاد زندگی کردن، آزاد اندیشه و رأی خود را افاده کردن است که شکر که ما امروز در این سرزمین همین گونه آزادی، همین گونه نعمت بی‌بها را داریم. سرجمی و متحدی صلح و ثبات ما را به امروز رساند و این همه از سیاست خردمندانه و دورنگرانه رهبری عالی دولت حکومت سرچشمه میگیرد. اکثر بر آن نظرند که برای حفظ دستاوردهای زمان صاحب استقلالی، پایداری صلح و ثبات و شکوفایی بیشتر تاجیکستان صاحب استقلال ما را ضرور است که از گذشته بیش وطن خود را دوست داریم و هوشیار و زیرک باشیم، زیرا در زمان زود تغییر یابنده افزای جهان برای اهل بشر صلح و ثبات مهمیت بیشتر پیدا نموده. همه تلاش‌ها بر آن روانه شده است که آرامی و آسودگی خللدار نگردد.